این متن یکی از سخنرانی‌های خانم اپرا وینفری در یکی از برنامه هاست. یه رویای خیلی بزرگتر منتظرته. فقط منتظر اینه که بری سمتش. هر چیزی که داری تلاش میکنی انجامش بدی انگار قبلا انجام شده. وقتی اینو فهمیدم گفتم وای، پس هر چی که از خودم میفرستم بیرون همونه که بهم برمیگرده. خب بهتره ببینم دارم چی میفرستم بیرون. بعدش کتاب خوندم با اسم بذر روح از گری زوکاف، مال حدودای 1989. توش درباره قانون کارما، علت و معلول و حتی قانون سوم حرکت نیوتن صحبت کرده بود. میگفت نیت تو همیشه با قانون یکیه. یعنی حتی قبل از اینکه به یه چیزی فکر کنی یه نیتی براش داری و همون نیت نتیجه رو تعیین میکنه. برای همین یه نفر میره کلیسا که فقط دیده بشه وقتی پول میندازه تو صندوق. یکی دیگه میره چون واقعاً میخواد چیزی بده، حتی اگه کم باشه. فرقش تو نیتشونه. این نیت توئه که نتیجه کار رو میسازه. وقتی اینو فهمیدم گفتم آخ جون، دیگه همه کارامو عوض میکنم. تهیه کننده ها رو صدا زدم و گفتم از امروز به بعد دیگه با آدمای نفرت پراکن صحبت نمیکنم. دیگه برنامه‌هایی نمیسازم که مردم رو به جون هم بندازه و به شخصیت من یا بقیه آسیب بزنه. از این به بعد فقط برنامه‌هایی میسازم که هدف دارن. گفتم من نیتم اینه که رؤیای خالق رو محقق کنم، بالاترین هدفم رو زندگی کنم و هر چی که براش آفریده شدم انجام بدم. وقتی از خالق میپرسی رؤیای تو برای من چیه، بهت قول میدم که همه چیز تغییر میکنه. به جای اینکه خودت بخوای رؤیای زندگی تو تعریف کنی، فقط بپرس رؤیای تو برای من چیه. وقتی بتونی به اون چیزی که جهان و همه نیروهای عشق، نور و قدرت برای تو ساختن تکیه کنی، هیچ کس نمیتونه بهت صدمه بزنه. هر روز قبل از برنامه با تهیه کننده ها جلسه میذاشتم و میپرسیدم نیتتون چیه؟ چطور میخوایم از کسی که توی این برنامه هست یا چیزی که توی برنامه میگذره استفاده کنیم تا مخاطب رو بالا ببریم، الهام بدیم، تشویق کنیم و در عین حال سرگرمشون کنیم. زندگی تو بزرگه، عظیمه، ولی ما انقدر وقت تلف میکنیم که بخوایم تو زندگی بقیه باشیم. چیزی که تو رو آفریده یه هوش الهیه که تو رو از قبل از اینکه اجدادت بفهمن قرار اجداد تو باشن تصور کرده. اون چیزی که تو رو به وجود آورده میخواد بدونی چقدر خاص، چقدر شگفت‌انگیز و چقدر پیچیده‌ای. یه درس دیگه‌ای که خیلی دوست دارم از جادوگر شهر اوز اینه که جادوگر بد میگه برو از اینجا قدرتی نداری. راستش تو هیچ جا غیر از قلمرو خودت قدرتی نداری، ولی ارباب قلمرو خودتی. حالا سوال اینه با چی داری مخالفت میکنی؟ چی رو داری رد میکنی؟ چی رو نمیپذیری؟ چی رو مسدود کردی؟ چون فکر میکنی باید یه آدم دیگه‌ای باشی؟ بعد از اینکه برنامه اپرا رو تموم کردم یه تصمیم جدی گرفتم. وقتی حس کردم هر چیزی که باید میگفتم گفتم و مردم شنیدنش، گفتم دیگه ادامه نمیدم. رویای ساخته شبکه رو داشتم، ولی اولش سخت بود چون راستشو بخوای نمیدونستم دارم چی کار میکنم. مشکل اینجا بود که من اگه اشتباهی میکردم همه جا خبرش پر میشد، ولی رویامو ادامه دادم و خیلی‌ها توی این مسیر کمکم کردن. رویاهای بیشتری ساختم و به این آیه از امثال سلیمان فکر کردم. کسانی که به ثروتشون اعتماد کنن سقوط میکنن، ولی آدمهای درست کار مثل برگ سبز میبالن و پیشرفت میکنن.